کوتاه کردم دیگه عزیزم. کوتاه کردی؟ چقدرم بهت میاد. مرسی. نگران نباش، میدم با مو اضافه واسه یه شنیان خفن بزنه. ولی من که شنیون نمیخوام عزیزم. شنیان نمیخواد؟ نه من کلا با همه عروسایی که تا الان داشتی استایلم فرق میکنه عزیزم. خبری از لباس عروسم نیست امشب. لباس عروس نمیپوشی؟ پس چی میپوشی؟ حالا امشب میبینی دیگه، وقتی آماده شدم پوشیدم. جونم عزیزم. خب چه میکاپی ازمون میخوای؟ چیکار کنیم؟ ببین میخوام که گوشه های چشمم تیره باشه، چون لنز که میخوام بذارم خیلی روشنه. خیلی روشن؟ آره خیلی روشنه. اصلا پیشنهاد نمیکنم بهت دیگه. دوست دارم دیگه. چیکار کنیم خب؟ آره لنزم خیلی روشنه و این که حالا دیگه تو ادامه میکاپم بهت میگم دیگه. باشه جلو آینه این نظرتو بده، اما باز من نظر میدم، به نظرم لنز روشنه تو نذار، لنز طبیعی بذار دیگه. حالا ببینیم چی میشه دیگه، ولی من لنزمو دوست دارم. چی بگم بهت؟ ببینیم چی میشه. مرسی. ببینم عروس چقدر خواست و ناز شدی. بدت بشم مانیا جون، دستت درد نکنه. دقیقا همونی محشر شدم. خدا دقیقا همون شد که فقط اطمینی با اینا میخوای بری؟ آره دیگه عزیزم، میخوام با دومات ست باشم. جونم پشیمون نمیشی؟ یه روز بتونی لباس عروس بپوشی. عزیزم من سالها به این استایلم فکر کردم. عزیزم دیگه خاص بودن، متفاوت بودن، همینش قشنگه. جانم مبارکت بشه قلبم. مرسی.